حدیث از صحیح مسلم شماره 2612 وی ابو هریره: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته. ترجمه فارسی: هرگاه یکی از شما با برادرش جنگ کرد باید از زدن صورتش خودداری کند، زیرا الله آدم را بر صورت خودش آفریده است. یعنی تو صورت نزنی، چون صورت آدم از روی چهره خود الله ساخته شده. حالا بگو، الله خودش شکل و شمایل داره؟ اگه آدم از خاک جور شده و شبیه اللهه، یعنی الله هم از گل جور شده؟ ما حالا نفهمیدیم خاک را الله ساخت یا الله را خاک. یا شاید یه استاد کوزگر بالاتر هست که اینا را قالب زده؟ این قسم روایت فقط کم مانده بگوید به خاطر احترام به دماغ گلی توی جنگ طرف را تو کمر بزن، نه تو رویش. والله قسم آدم حیران میمانه که این حدیث دینی است یا قصه افسانه خاکبازی.